الرحمن الرحیم. ما شما در ختم پیدرسنگ بعض تاپیک های دیگه است که امروز ما شما باید بخوانیم. کدام تاپیک هست؟ What is protocol؟ پروتکل چیست؟ دیگه برای گپ بزنیم. دیگه برای چی گپ میزنیم؟ نتورک پروتکل چیست؟ درست است؟ و دیگه تایپس اف نتورک پروتکل. ما شما چند نوع نتورک پروتکل داریم، چند کاتگوری است و همچنان مدل چی میگن. دیگه برای بحث داشته باشیم. What is مدل چیست؟ خیلی ما شما چی شروع میکنیم؟ از سر پروتکل و نتورک پروتکل شروع میکنیم. What is پروتکل؟ چی فکر میکنیم؟ پروتکل دو نفر پروتکل کردن. این دفعه مثلا یا که امروز شما میخواین که طرف ارگ برینی، در بعض پروتکل ها وجود داره که باید رعایت کنین. این دفعه مثلا آفرین. پروتکل means rules of operation. قوانین انجام یک کار. اینا میگن چی؟ به نام پروتکل. یعنی که پروتکل تنها به نتورک خلاصه نمیشه. مثلا شما که امروز خلاص نفهمیدین بعضی پروتکل ها رعایت کردین نه؟ چند پروتکل هست که مثلا امروز چی آوردین؟ همه کتابچه آوردین. یک رولز هست نه؟ داین تایم آوردین، قلم آوردین. درست است؟ این خودش یک رولز است. کسایی که مثلا میخواین چی کنن برای مثال میخواین داخل سرور روم شون. میگم مثلا چند تا رول داره. مثلا رول چیه؟ باید همه خود لپتاپ داشته باشه، کارت داشته باشه، کارمند دیجا باشه، هر کس نمیتونه باز داخل شه. یعنی پروتکل means rules، قوانین. مثلا دو نفر میان پروتکل یا دو نفر چی کرده؟ بعض مقررات بین خود جور آمد کردیم. این دو نفر سر یک قانون بسته که تو امروز مثلا برو طرف شهر، من امروز میرم طرف فرض میکنم طرف مکرویان میرم. یعنی سر یک رول، سر یک قانون یا چی کردین دیگه توافق کردیم. پروتکل mean rules of operation، قوانین انجام یک کار. به عنوان مثال در مثال بدم، درست است؟ گفتم این قانون است که بندگار یک جا میشن تا یک عمل تشکیل میشه. به عنوان مثال شما میخواین امروز دوستایتان چی برین طرف شمالی یک چکر بزنین، درست است؟ فرض کنید تابستان هست دیگه. یک اپریشن است، یک عمل است که باید اجرا شود. درست است؟ شرط اولش میفهمید چی است؟ که باید کلی کالای پاک داشته باشه. نه که طرف مثلا تفریح میری باید منظم معلوم شه. پیرانتمان باید بپوشی. شرط دومش چی است؟ باید کلی پیسه داشته باشه. همین رقم است، یک قانون است که باید رعایت شه. باید هر کس پیسه داشته باشه پیش خود. همین خودش. قانون سوم چی است؟ باید یک موتور به کرایه گرفته شه. مثلا جمع افراد زیاد است، دیگه موتور کرولا نمیشه، یک 10-15 نفر کنه مثلا موتورای فلانکوش گرفته شه. این خودش یک قانون است که باید رعایت شه. زمان مثلا شما مثلا کالا پوشیدین، درست است، پیسه گرفتین، موتور کرایه، قانون رعایت کردین. باز او عمل اجرا میشه. قوانین اجرای یک کار رو برام چت میکنن پروتکل. حالا ما شما چی داریم؟ خب پروتکل زار پروتکل مساوی به اپریشن. یکی داریم ما شما نتورک پروتکل، یعنی که مقررات پروتکل های که در نتورک استفاده میشه. نتورک پروتکل به چی گفته میشه؟ امو سلسله مقررات یا قوانینی که باعث میشه ارتباطات به وجود بیاد. یا برام چی میکنه به نام نتورک پروتکل. یعنی به عنوان فقط مثال بدم. شما میخواین که چی کنین؟ ما میخوایم با خیرلا پی سی خود ارتباط بدیم. درست است؟ پی سی با خیرلا چی کنه؟ ارتباط بگیره. ما از کمترش فایلش رو بگیرم. این رقم است. باید ما از کدام پروتکل استفاده کنم؟ از کدام قانون استفاده کنم؟ چی شرط باید رعایت کنم؟ باید تام از اینترنت پروتکل آی پی استفاده کنی. این رقم است. باید ما از آی پی استفاده کنیم. یعنی باید این قانون رعایت کنیم. تا زمانی که ما شما آی پی نداشته باشیم هرگز خود کامیونیکیشن امکان نداره، شیرینگ امکان نداره. چه رقم تو بین دو نفر شیرینگ میکنی؟ زمانی که قانون رعایت کردیم ما شما باز امکان داره که ما چی کنیم دیگه؟ باز بتونیم که شیرینگ کنیم، کامیونیکیشن کنیم. درست است؟ زمانی که شما میخواین، درست است، به عنوان مثال از یک سرور آی پی اتومات باید از برین. درست است؟ در شما باید از چی استفاده کنین؟ از یک دانه نتورک پروتکل استفاده کنین. یعنی که از قانون نتورکینگ با نام چی استفاده میشه؟ با نام DHCP است. او یک نتورک پروتکل است، یک سلسله مقررات است که وظیفه چی داره؟ با شما آی پی اتومات تهیه کنه. یعنی نتورک پروتکل در کل امو سلسله قوانینی که باعث چی میشه؟ باعث ایجاد ارتباطات میشه. یا با نام نتورک پروتکل میگن. به عنوان مثال TCP/IP پروتکل سرتون است. TCP ما شما چی گفته؟ TCP/IP خودش یک کارتن از پروتکل است، یک بوجی از پروتکل است، کلکشن از پروتکل است. مثلا داخل از TCP ما شما کدام پروتکل را داریم؟
به عنوان مثال پروتکل آی پی داریم که بخاطر آدرس دهی است. رقم است. مثلا پروتکل HTTP داریم که بخاطر اکسس کردن وب پیج است. وب پیج اکسس کنید. به عنوان مثال ما شما چی داریم؟ پروتکل DNS داریم که از طریق نام میتونید چی پیدا کنی؟ آی پی را پیدا کنی. به عنوان مثال ما شما پروتکل داریم به نام DHCP. با کدام منظور استفاده میشه؟ به منظور از اینکه شما بخواید اتومات آی پی توزیع کنین. یعنی که در کل نتورک پروتکل ها بخاطر چی استفاده میشن؟ بخاطر کامیونیکیشن، بخاطر برقراری ارتباط. باز ما شما میتونید چی رقم است؟ این قسمت شما در اگزمپل دادیم. گفتن نتورک پروتکل ها که است مثل چی است؟ مثل یک زبان در بین دیوایس ها. مثل یک زبان در بین دیوایس ها بین خود چی کنن دیگه؟ گپ بزنن. مثل یک زبان در بین دیوایس ها کار میکنن. حالا چی رقم است؟ چند ما شما نتورک پروتکل داریم. نتورک پروتکل های ما شما که است در کل دو کاتگوری است. یکی از به نام چی؟ به نام استاندارد پروتکلز. استاندارد کدام پروتکل ها را میگیم؟ کدام پروتکل ها را میگن؟ پروتکل هایی که جهانی باشه، با کل جهان، با کل دیوایس های دنیا قابل استفاده باشه. برای مثال شما از پروتکل HTTP وقتی اکسس کردن وب پیج هم داخل موبایل آیفون استفاده میتونین، هم داخل موبایل سامسونگ استفاده میتونین، هم داخل کامپیوتر استفاده میتونین، داخل هر دیوایس استفاده میشه. باز این پروتکل های استاندارد اکثرا کی میسازه؟ یکی کمپانی IEEE است، یکی هم کمپانی IETF است. IEEE اکثرا پروتکل های میسازه که در بین سویچ ها استفاده میشه، بین سویچ ها در لوکل. و آفرین مسئول فروش چی هم است؟ گفتن که مسئول مک فروشی هم می است، یعنی که کسی که توزیع مک ها رو میکنه کمپانی IEEE است. و همچنین کمپانی IETF است. کمپانی IETF پروتکل هایی که میسازه اکثرا پروتکل های بخاطر راوتر است. به عنوان مثال OSPF شاید شنیده باشین. به عنوان مثال فرض کنیم رپ شاید شنیده باشین. این پروتکل ها بخاطر اکثر بخاطر راوتر استفاده میشه. یا کمپانی کی میسازه؟ کمپانی IETF میسازه. استاندارد. هر پروتکل کمپانی IEEE بسازه، IETF بسازه، او که از بر کل جهان قابل استفاده است. کدام برند خاص نیست که فقط یک برند کار بده بس. یا الان چات میگن به نام استاندارد پروتکلز برش میگن. مثلا آی پی است نه؟ آی پی میتونه شما در هر رقم کمپانی باشه، دل باشه، HP باشه، مثلا آیفون باشه، هر چیز کنیم. لیکن مشخص به یک برند خاص نیست. بازی که ما شما داریم به نام وندر پروپرایتری یا برش میگن پروپرایتری پروتکلز. پروتکل پروپرایتری به این معنی که در قبضه، یعنی که در چی میگم به حساب مربوط به یک کمپانی خاص باشه. پروتکل های پروپرایتری یعنی که مشخص کمپانی خودش ساختیش، خودش استفادهش میکنه. این به نام مثال کمپانی سیسکو که از چند پروتکل ساخته. یکی به نام CDP است. سیسکو دیسکاوری پروتکل یک معنی میده. CDP به کدام منظور است؟ به کدام منظور است؟ به نام مثال راوتر سیسکو که است در دو ولایت است هم دیگر. یک راوتر در گجرات به نام مثال دولت کابل است. یک راوتر دولت فرض میکنیم پروان است. هدش به هم دیگر چی هستن؟ وصل هستن. با استفاده از پروتکل CDP میتونید ما شما خود ما در کابل مستقیم از طریق راوتر در باید راوتر معلومات بگیریم. آی پی چند است، مک چند است، چی رقم واسه پای کام ورژن اپراتینگ سیستم داره، کل گپاش ما چی کنیم؟ کچ کنیم بگیریمش. این پروتکل چیز؟ پروتکل CDP است که از طریق یک دیوایس درباره دیگر دیوایس معلومات چک میکنیم. با CDP که است صرف و صرف برای سیسکو دیوایس ها کار میکنه. فقط سویچ سیسکو قابل استفاده است، در سیسکو قابل استفاده است، در فایروال سیسکو قابل استفاده است. CDP دیگه هیچ کمپانی یوز کردن نمیتونه. یعنی که مشخص پروتکل با کی است؟ برای سیسکو است. باز پروتکل هایی که ما شما میگیم پروپرایتری باشه دیگه مشخص و خط به خود کمپانی است. CDP سیسکو دیسکاوری پروتکل. سیسکو دیسکاوری پروتکل بله. بخاطر اکسچنج انفورمیشن بین سیسکو دیوایس ها استفاده میشه. باز همین که ما شما داریم داینامیک ترانکینگ پروتکل، هات استند بای راوتر پروتکل. بوجا حق داره بکنم منظور خاص استفاده میشه. باز ما آینده کل زیرا میخوانیم که چی هستن. اگر بازم هدف از رفت بدم مثال قبلی ما یادم است مثال ورزش ما شما داده بودیم. که ورزش مثلا دو رقم هست. یکی ورزش استاندارد، یکی هم پروپرایتری یا نان استاندارد. مثلا ورزش استاندارد کدام از اونها مثال فرض میکنیم فوتبال است. کل جهان میفهمه فوتبال چه رقم بازی میشه، چه شرایط داره، چه قانون داره.
اما برنامه مثال باید کنیم که ورزش چی است؟ ورزش بزکشی است. ورزش کل جهان رو نمیشناسه که بزکشی چه رقم بازی میشه، این چی رقم بازی است. مشخص به یک مردم خاص است. یا مثلا میگن نان استاندارد یا پروپرایتری مخصوص به یک کشور. نتور پروتکل در کل دو نوع است. گفتیم چی رقم است؟ استاندارد، نان استاندارد یا پروپرایتری. مدل چیست؟ مدل چیست به نظرتان؟ این بچه میگن مدل است. این رقم است؟ مدل means direction، یعنی که راهنما. کسی که چی میگه کار راهنمایی میکنه. مثلا او لباس میپوشه یا بر لباس راهنمایی میکنه که مثلا ما چی رقم بود بپوشیم، چی رقم خنقاق بپوشیم، یک راهنماست. بس چی میگه الگو است. راهنمای پوشیدن لباس است. تو میری خریدی به عنوان مثال درست است، میخوای لباس جوری تو که کتلاکا رو میندازه بگی از این مدل که خوش بود. تو که واسه میپولی چی میگه نه این مدل خوب است با من این قمی لباس جوری بود. مدل یعنی که یک چیزی تو رو راهنمایی کنه تا یک کار انجام بدی. مثلا فیشن شو مدل، بلنگو مدل نیست. مثلا تو میخوای چی کنی دیگه خانه جور کنی. میره خام است متأکد دانه کتلاکا میده که خانه چیزا ریکوایر است. آشپزخانه باشه، داشتنات داشته باشه، اتاق داشته باشه، به نام مثال درست است. این خودش چی گفته میشه؟ یک مدل، یک راهنما. دیگه چه رقم است به نام مثال تو میخوای دانه دفتر جور کنی درست؟ یک مکتب میخوای جور کنی. یک مکتب میخوای جور کنی دیگه دوست زنگ میزنی کدام راهنما نداری، کدام یک چارت باشه که من راهنمایی کنم که مکتب چی کار است. برای دانه چارت روان میکنی دانه کتلاک اینه بگی اینی ساختن مکتب چیزا ریکوایر است. در مکتب باید این چیزا باشه. چی باشه به عنوان مثال؟ بخش ادمنستریشن اداره داشته باشن، بخش مالی داشته باشه، لابراتوار داشته باشه، دیگه به عنوان مثال لایبرری کتابخانه داشته باشه، بخش ترانسپورت داشته باشه، دیگه بخش سکیوریتی داشته باشه. دیگه چی داشته باشه به مثال؟ یک سی تی وی کامراها باشه که شاگردان مثلا یک اگر فرق نکنن میره قواس. برای مدل روان کرد، راهنما روان کرد. مطابق از این دیگه چی کنه دیگه؟ مکتب تا سر پای کو جور کو. ما شما مطابق این راهنما چی میکنه که لالا ایران کارایی میبونیم. یک نفر در بخش ادمنستریشن کار است. باز مردم جمع میشه یک انتخاب میکنی. یک نفر در بخش فایننس کار است. باز مردم جمع میشه چی میکنی؟ یک انتخاب میکنی. مدل با تو کمک کرد تو چی کنی یک کار انجام بدی. یعنی که مدل مین دایرکشن، راهنما. این به عنوان مثال دیگه احمد فواد در بخش ادمنستریشن انتخاب شد. دیگه فایننس ما شما که گرفتیم آنا مصطفی است، همین رقم لابراتوار هم نوید است و لایبرری هم کبیر انتخاب شده و ترانسپورت هم عبدالله انتخاب شده. همین رقم است سکیوریتی هم فرهاد انتخاب کردیم و همچنین آی تی هم که از آن مثال حارس است. یعنی که مدل ما شما کمک کرد، راهنمایی کرد تا یک کار چی کنیم ما شما انجام بدیم. راهنما means model means راهنما. No problem. این بود بحث امروز